محسن اسام‌الدینov و شریف جان نظریov یک اسب، دو گوسفند، دو تلویزیون همین باید تا وقت ایجاد نداریم. آمین. حبیبالله و فیض‌الله در به دست آوردن ورقه انعام‌های نوروزی مساعدت کنید. تحفه اینا چی بود؟ شریف نظریov نماینده جمهوری تاجیکستان از کران راست، محسن اسام‌الدینov پهلوان ولایت سرخندریای جمهوری همجوار ما از ازبکستان، یک اسب و دو گوسفند تحفه هر دو پهلوان مقرر شد. به هر دو بخت و برار میخواهیم. مرحبا. کادری بالا، کادری آبشی است برادر عزیز. شما در مرکز گیرید، شما این طرف گیرید. انا کادری سردی از پایان میگیری صلاح الدین. بچه چکای یکی برادری. اینا را کادری طرف مون این طرف. من کنه فردا خسرا و در مرکز میدان هنرنمایی دو پهلوان انعکاس می شود. یکی شریف جمهوری تاجیکستان و محسن جمهوری ازبکستان. پرویز خورشید از این منطقه انا همین طور در ثبت لحظه های حساس میدانداری پهلوانان مساعدت کنید. منصور رحمان ورزشگری برومندی وزن سر از ناحیه تیمورملک، دو غلبه دو دور در میدان بود و هنرنمایی پهلوانان دیگر. میدان آزاد بونین. این بچه ها را جواب دین زود. سه جو فقط پهلوانای تاجیکستان و ازبکستان میگیرند. من از یک تن چهره سرشناس دوشتین جودو و ملی کشور پهلوان نامور تیمور رحیمov خواهشمندم که من از کمیته تدارکات بیایند و در تنتنه‌های نوروزی جمعیت سهامی رسنده به هنر و متانتش سهم خود را گذارند. تیمور رحیمov هستند. از این این مرحله اگر کسی که به پهلوان محبوب تاجیکستان تیمور رحیمov هنرنمایی کند، حال تحفه های ارزنده
با اون مرحله نهایی خیلی زیادن. هوپا به هر دو برای کار با شریف معاصر فرصت زمین که میدان زنده تر احساس شود. های مسافر ها دو قرصد های صمیمانه شما می شود. سعید مومن بانگ بانگ ایستیم. حکیم هم دو غلبه دارد. ابوبکر هم در دو دور هنرنمایی کرد با سعید مومن و با یکی از پهلوانان دیگر. با گلیم اول گذارید. خب حکیم و ابوبکر بعدا سعید مومن و تشکر. دوباره شما بینید آدمی که باخته است دیگر به میدان ناید. من یک لحظه که نه شیدو نو شیدو این کار شایسته اینه به نظر گیر. یک کس باخت دیگر باره من شرم میدارم. اون باختگی چی؟ شرم است. کسی که در میدان ناکام شد دیگر باره ناید. من خواهش میکنم ابوبکر رو که حکیم خب توفه اینا را که حبیب الله تشکر. پهلوان ازبکستان و تاجیکستان منصور و نیزام. نیزام جان نیزام پهلوان از جمهوری ازبکستان، منصور رحمان جمهوری تاجیکستان. برای سب نیزام تشکر. این منطقه را آزادتر کنید برادر عزیز. نه این لباسی سفید پوشیده شما اکای شبکدار اینم بچه را بگو این خب شما محسن و شریف در گلیم مرکزند و مبارزه ناظم جان و منصور رحمان در گلیم آخرین. تشکر. ابوبکر و رفیق این ورزشگر در گلیم آخرین. گوشتی گیراخی بچه با سودیا گفت گیراخی جای دورگردی دیگر تست زود معین کنیم این قسمت باز مشخصا که حواله ها انام ترتیبی میدانداری هم همه خیلی است. هاپا سلام باشید. دست شما به نام
خانم تیمور رحیم مکافات عالی را تأسیس دادند که محسن به هر دو برادر کار تشکر در دورهای منبعده برادر کم پنشاخر پرتا بسیار خوش آمدید به سرزمین تاجیکستان کشور محبوب و عزیزی که همیشه شما قدر شناسی و محبوبیتش را عالی‌تر می‌دانید.